گفت نمیفهمم. پیش من عصای گذاشته بود وردشتم که فرق سری بزنم دستم یک برادری گرفت. به این حالت ما دعاخونی رو نمیتونیم رد کنیم. پیامبر دعا خوانده، صحابه دعا خوانده، بزرگان دین دعا خواندن. الان در شهر خود ما شخصیت های دعاخوانی داریم، چی زن باشه چی مرد. اما باید ما وقتی اگر پیش یک زن دعاخونی میکنیم، وقتی میبینیم با حجاب اسلامی احکام دین خور میفهمه، مسائل و اعتقادات دین خور میفهمه، خواهران میرن پیش از او بالاخره دعای خوانده الحمد قل ولای. پیش یک برادری میریم، برادر با شریعت برابره، کار دنیایی نداره، هوا و هوس نداره، بالاخره تمام ذکر و فکر از او تلاوت قرآن، همیشه به یاد خدا بوده، به ذکر خدا بوده، خلاف شریعت کار نمیکنه. میریم پیش از او، از خانه تا می آمدن سر چند نفر میخواندم؟ سر 3 نفر. از خانه بیرون شدم، 3 برادر پیش روم قرار گرفت، گفت طفلک من مریضه، سر از یک چوفی. خود دعای نظر و بالاخره الحمد قل ولای خواندم. نگفتم مرغ سبزی بیار و مرغ سرخی بیار، هفته دیگه بالاخره جیگر از این باز بخوری و چکارک کنی. خود دعا خوندن هیچ کس محکوم نمیکنه. اصلا دعا، خود دعا کردن، میبینیم قرآن اصلا خدا برای پیامبر میگه پیامبر معوذتین بخوان، بالغ و کوف تا ای که از شر مشرکین و یهود نجات پیدا بکنی. وقت ما خیلی گذشته، 10 دقیقه از وقت ما تیر شده. ارتباط به مشکلات امروزی برادران عزیز و بزرگوار، مسئله سحر و جادو مسئله بسیار مهم، بسیار مسئله مهم است. در هر گوشه و کناری که ما و شما چنین انسانایی رو میبینیم باید متوجه باشیم، پیش روی اینا رو بگیریم، از اونا پرسان کنیم، خود اینا رو به حرف اینا بگیریم، بگیم همین کاغذی که نوشته کردی چی معنا. خلاصه همین کتاب ها رو بیان میکنم که از شیخ های مزخرف بود، توبه کردن. امیدواریم که توبه از اونا الله تبارک و تعالی پذیرفته باشه، انشالله که سبب هدایت از اونا شده. در از این کتاب ها به چندین جا اول رسم های عجیب و غریبی، عکس شعر انداخته، بالا شعر، کل شعر آیات قرآن نوشته، آیات قرآن، و زیر پای شعر آیات قرآن، عکس آدم انداخته، به داخل دست و پای آدم آیات قرآن. خب این چگونه، این چی راهیه؟ به یک صفحه از این نوشته به حق فرعون و ابلیس و شداد و کی و کی و کی. به یک صفحه نوشته یا فرعون یا ابلیس یا شداد به فریاد ما برس. شما ببینید که اینا رفیقا کینن، خدا و پیامبر رو یاد نمی کنن، با کی دست در رفاقت دادن. به این مسئله این کتاب ها گرفته شده. هر جا برادران عزیز چنین شیخ های مزخرف رو می بینیم، پیش رو از اونا رو بگیریم، اونا رو به چنگال قانون بسپاریم. در هر گوشه تا حتی وسط بازار، میگم وسط خیابونا، به نام فالبینی و فال روا کن و بالاخره به همین ترتیب اینها نمیشه. هر کدام ما و شما هفته پیشتر یاد کردم چنگ به قرآن و حدیث بزنیم و ساحرین را بشناسیم و شناسایی کنیم، که دیدیم امام فخر رازی ساحرین را به 8 قسم تقسیم میکرده که در هر گوشه از هر صنفی از اینا رو میبینیم، اعمال اینا رو به اوزان و قرآن و حدیث برابر کنیم. اگر برابری نداشت، عالم نبود، اونا رو فقط به چنگال قانون، اگر دیگه قانونی نیه اونا رو به ما معرفی کنیم. اگر دیگه قانونی نیه زنگ زنیم مدرسه، بگیم فلان شخص او بیاریم به مدرسه، جزا از رو ببینیم که بعد در اینجا علما و طلاب چگونه جزای بر او تعیین خواهد کردن. خصوصا خواهرها رو به داخل خانه ها بفهمانیم. خیلی حالت های عجیبی شده. همه ما و شما به جریانیم. چند نفر سرطان بوده به خارج رفته آمده، سرطان علاج داره؟ نه، تاوار راه علاج نماده. ابرس، پیسی غیر معجزه حضرت عیسی بود که میخوند پیسی تیار میشد، دیگه پیسی خوب نشده. دیروز یکی از اونا میگه که من چند تا سرطان رو خوب کردم، چند تا والی ابرس پیس خواندم خوب شده. خب گفتم 2 تا من میارم پیش تو بخونه. 2 نفر من، یکی سرطان یکی ابرس، اینا رو میارم پیش تو بخون. شرط ما و تو همینه که اگر خوب نشد به ساتل تو شک میکنم. آهسته آهسته دیدیم عقب نشینی کرد، آهسته آهسته عقب نشینی کرد و بالا خزید و بالاخره دیگه حرف نزد. پس امیدواریم که برادران عزیز امروز دوکانهای به نام این و اون، به نام سحر و جادو و اینها، اما اسم سحر و جادو نیست، دعاخون و اینها. پس باید دعاخونهای واقعی
از غیر واقعی تشخیص بدیم. گفتم که دعاخونهای واقعی هم داریم و دعاخونهای غیر واقعی هم داریم. غیر واقعی و از واقعی تشخیص بدیم تا ای که جامعه ما رو به منجلاب و بدبختی و اینا حرکت نکنه. اگر کسی عقیده به امید داشته باشه که فلانی چوف کرد، فلانه اولاددار شد، کفر از لحاظ شریعت مقدس اسلام بر چنین اعتقادی یا عقیده داشتن به چنین کتابهای به همین ترتیب، اینا الفاظیه که ایمان از سر انسان کوچ میکنه. امیدواریم که خداوند برای ما و شما، خصوصا برای خواهرایی که در نماز حضور دارن، به برادرانی که هستیم، توصیه به خانه داشته باشیم که نکنم دنبال از این مزخرفات و اینها رها کرده هر آنچه که میخواهیم از الله بخواهیم. الهی پروردگارا، آنچه که گفتیم خدایا، آنچه که برادرها شنیدن خدایا، از تو توفیق عمل میخواهیم یا الله. خدایا پروردگارا، اونهایی که تا در این لحظه در گناه و معصیت آلوده بودن و مردمان را فریب میدادن، خدایا با لباس اسلام تیشه بر ریشه اسلام میزدن، خدایا آنها را هدایت کن. خدایا آنها را هدایت کن. خدایا اگر قابل هدایت نیستن آنها را محو و نابود بگردان. الهی پروردگارا، بر جامعه ما بیداری اسلامی عنایت بفرما. خدایا خواهر و برادر ما را حفظ بفرما. خدایا پروردگارا، از مکر و حیله شیطان و شیادان و دجال صفتان حفظ بفرما. الهی پروردگارا، بر جوانان ما صدق صدیقی، عدل فاروقی، حیای عثمانی و شجاعت حیدری عنایت بفرما. خدایا خواهران و مادران و همسران ما را در روز قیامت در کنار عایشه صدیقه، فاطمه الزهرا، زینب و ام کلثوم محشور بدار. خدایا خواهران و مادران و همسران ما را با عزت و با عفت نگه دار. الهی پروردگارا، چند روزی که در دنیا هستیم تو از ما راضی باش. خدایا پروردگارا، ما را با ایمان زنده داشته باش، با ایمان بمیران و با ایمان حشر گردان. الهی پروردگارا، خدایا دستان ما به طرف تو دراز است. برادران طلب دعا نمودن، مریضی دارن، مریضی آنها را شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا قرض دارن، قرض آنها را برآورده خیر بگردان. خدایا پروردگارا، اونهایی که دعای دارن، راز دارن، مشکل دارن، با کسی گفته نمیتوانند، تو حلال المشکلاتی، تو علیم بذات الصدور، خدایا مشکل این جمع و مشکل کل عالم اسلام را آسان بگردان. خدایا پروردگارا، ما در هوای گرم در خانه تو حضور داریم. خدایا پروردگارا، این حضور ما در این خانه علامت و ندامت است. خدایا ما هر گناهی که کردیم پشیمان شدیم یا الله. خدایا در این خانه به گدایی آمده ایم. خدایا پروردگارا، به هوای گرم نشسته هستیم. برادران داریم که در آفتاب نشسته هستند. خدایا از تو میخواهیم عاجزانه، التماسانه، خدایا از تو میخواهیم که این جمع و کل عالم اسلام را در آن روزی که هیچ سایه جز سایه عرش تو وجود ندارد، خدایا در زیر سایه عرش خود این برادران و خواهران را جای بده یا الله. خدایا در آن روزی که یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه است، روزی که پدر از کنار فرزند و فرزند از کنار پدر و مادر از کنار دختر و شوهر از کنار همسر فرار می کند، خدایا پروردگارا ما را در زیر سایه عرش خود قرار بده. خدایا بر همه عالم اسلام اتحاد و اتفاق، انسجام و همبستگی عنایت. پروردگارا ما را در روز قیامت از شفاعت سرور سالار انبیا محروم نگردان. یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین.